خیلی باید قصه دیگر نقل میکنیم برای برادرها. تا روز ما هستم بگذار در خنده در لبان تمام مخلصای ما هویدا باشه. مردکی بیچاره همه خیلی ایدرونی مترو میبرویه، همه دستات و چاله انداخت دیگه، همه خیلی واهیمه کده، همه خیلی میرویه. یا سه چهار تا برادری بندیده شدگی اونا همه خپنشه، یعنی من میبرنشه چاله ها رو میگن ای دست بکشیم نمیشه، یا تاش یک کارچو میرونه میخواد تور وارد چلیکا رو میمونه خواست میزنه، هر چهار چلیک میشه پا چاله ها رو میگیره کسی دا میزنن هوی میخورن. این مرده که بیچاره همه خیلی داد و ویلو نمیکنه، یک خد عدل میره، عدل میره و ای دستاش خونی نمیخواد ریختیسته. ملیسا ها میبینن میگن چی گپ شده چی گپ شده، میگه ای مترو برو اومدم این نمیخواد حادثه سه چهار خواست قپیدن، من هم چاله ها رو خواستن ای دست میگیرن نشید، زدن چلیکا رو بردن شپاندن چاله ها رو گرفتن رفتن. او گفته باید داده چغیره با ویلون نکد یا که هم پیش مترو پری آدم. این مرده که بیچاره پس رفته پیش رفته یه هین تکده دندانا همه تیلا. سنی ملیسه گفته کسی زن اگر ما داد میگفتم کلم هم میبوریدن میبوردن. خوشبختی، سلام علیکم، محبت الهی به تمام مخلصای شهر محمد یاوانی. سربلند و آباد باشین. مرحمت به درگی ما یکم داریم خامشور با یک قصه نقل بکنیم برای یار برادرای غریب. یک تا فایشه سحر میخزه افتابوس سوار میشه، خیلی که وای کار و برش باید همون رای زندگیش همون خطی کن. دوری افتابوس ده همه خیلی شپکلیاف کدگی سر رو اسم لولو که دیگه آنها میخواد جنبیده دوری افتابوس رفته. یا بچه میگه چیف چه در کشتی میمونه همه شکیدن میگیره خشه، همه خیلی نگاه میکنه خشه سریوز نمیگیره. میگه بچه تو مرا میخوایی؟ میگه نه نمیخوام. میگه خیلی نخوایی اوستر بیا که یک وقت میخواه مرا.